پس از به قدرت رسیدن دیگر باره امارت اسلامی در افغانستان، رابطه‌های سیاسی و بازرگانی کابل با کشورهای آسیای میانه رو به گسترش عنوان شده و با گذشت هر سال، این رابطه‌ها بیشتر از پیش تقویت می شود. به تازگی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان از اشتراک نمایندگان این مرکز در نشست مشترک با اینستیتوت بین المللی آسیای مرکزی در تاشکند پایتخت ازبکستان خبر داده است. در این نشست کارشناسان افغان و ازبک درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه میان آسیای مرکزی و افغانستان گفتگو شده و شرکت کنندگان بر تقویت ثبات منطقه‌ای، اتصال و همکاری میان کارشناسان تاکید کردند. در سوی دیگر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از سفر معاون وزارت زراعت ازبکستان به کابل و دیدار با مقام‌های این وزارت به منظور ارزیابی پروژه‌های باغداری، بهبود همکاری‌ها در بخش زراعت و مالداری و تقویت همکاری‌های تکنیکی خبر داده است. تجارت افغانستان با کشور ازبکستان در جریان سال 2025 حدوداً 989 میلیون دلار بوده که از این میان 129 میلیون دلار آن صادرات و 860 میلیون دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. همزمان با این کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرده که حجم تجارت میان تاشکند و کابل در 2 ماه نخست سال 2026 به 298.4 میلیون دلار رسیده است که این رقم نشان دهنده 8.1% نسبت به سال گذشته میلادی است. در مقابل وزارت صنعت و تجارت میگوید که حجم تجارت میان افغانستان با ازبکستان نزدیک به 989 میلیون دلار رسیده که از این میان 129 میلیون دلار آن صادرات و 860 میلیون دلار آن را واردات تشکیل می‌دهد. هر شود که خب رابطه افغانستان با ازبکستان با موجودیت که یک پروبلمای کلانی که در پاکستان و در ایران به وجود آمده و با دوری از کشورهای دیگر، فکر میکنم یکی از او امکانات و زمینه‌های ایجاد شده که باید یک دو کشور باید بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. از این لحاظ احتیاج ازبکستان به افغانستان به منظور رسیدن به آسیای میانه و یگانه راه، کوچکترین راه و خوبترین راه و ساده ترین راه و در پالوش هم نوع ضرورت افغانستان به صادرات خود ما و ارتباط داشتن با این تو کشورها، فکر میکنم که زمینه ها را قسم ساخته که مقامات هم از افغانستان و هم مقامات ازبکستان در این امر فوق العاده کمک میکنه. مقام ولایت هرات از دیدار سادین آیلدیز سفیر ترکیه در کابل با نور احمد اسلامجار والی این ولایت خبر داده است. در این دیدار دو طرف درباره تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و زیربنایی گفتگو کرده است. طرف‌ها بر گسترش تجارت، پروژه‌های راه آهن و افزایش سرمایه‌گذاری تاکید کردند و اطمینان داده شد که تسهیلات صدور ویزا برای بیماران و تاجران افغان نیز بهبود خواهد یافت. بهبود روابط با ترکیه و همچنان ساختن روابط خوب اقتصادی با ترکیه این میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، چون ترکیه کشور است که میتونه یک دروازه به ترانزیت و تجارت افغانستان به کشورهای اروپایی باشه. هر قدر این روابط بیشتر میشه بدون شک میتونه خیلی به سود افغانستان باشه. این در حالی است که سکتور خصوصی ازبکستان و افغانستان در یک هفته گذشته به ارزش نزدیک به 10 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجاری در کابل و هرات امضا کردند. گفتنی است که سطح رابطه‌های تجارتی با ازبکستان سیر صعودی‌اش را می‌پیماید و در حال گسترش گفته می‌شود.